سلام بینندگان عزیز. امروز چهارشنبه است، یک مرداد ماه. اگه گفتید اینجا بازار سنتی قدیمی کدوم شهره، اونایی که میدونن بگن. من که بچگیام خاطره دارم از این خیابون روبرویی هم فردوسیه. اینم یه راهنمایی. مغازه‌هاش شیک شدن هم نسبت به قدیم. اینجا هم یادش بخیر یه آقایی بود، آقای قربانی نامی بود، سر این چهارراه.